اینقدر اینا رو بزرگ جلوه میدن و بزرگش میکنن تو ذهن دانش آموز. این وقتی اینا براش بزرگ جلوه کرد میشه همینی که الان ما میبینیم یه دونه کلیپ فرستادن میگن که عظمت کهکشان ها، عظمت دنیا. خب چیه؟ هی نشون میدن، هی ریز میشن، هی ریز میشن، هی ریز میگن الان اینجایی که وایسادی حالا بریم بالا، بریم بالا، هی میرن بالا، باز میری بالا، باز میگه باز بریم بالاتر، باز برو بالاتر، هی نشون میده، هی نشون میده، هی اینقدر میره بالا تا تو دیگه گیج و منگ میشی، دیگه میگی دیگه ایمان آوردم. به چی ایمان آوردی؟ به دنیا، به عظمت دنیا ایمان آوردم. به عظمت دنیا ایمان آوردم یعنی چی؟ یعنی خودم رو گم کردم، غافل شدم که من از همه اینی که الان دارن تو این کلیپ نشون میدن از دنیا بزرگترم. تو عالم اکبری، این عالم کوچیک اصغره. اگر بخوایم دقیق بگیم اصلا این هیچی نیست. حالا اینی که هیچی نیست میگه دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ. ببین چقدر بزرگش کردن برای ما که به عنوان یه خداشناس میایم این کلیپ ها رو هم هی پخش میکنیم، منتشر میکنیم، بگیم ببین دنیا و عظمت دنیا رو. حالا خودتو خوب گم کردی، حالا که خودتو گم کردی خیال میکنیم خداشناس شد. بابا این با خودشو گم کنه که خداشناس نمیشه، این باید خودشو پیدا بکنه. باید بگی تو ارزشمندی ای انسان، تو از اینا بالاتری. اینو نشونش بده، زیرش بنویس. تو خیال میکنی این جرم کوچیکی عالم بزرگی در تو نهفته است. بهش بگو تو از این بزرگتری، خودتو گم نکنی در مقابل این. معلومه دیگه این فرصت پیدا نمیکنه راجع به خودش، اصلا به ذهنش نمیاد که میشه یه چیزی بزرگتر از این، عمیق‌تر از این، دقیق‌تر از این، مهمتر از این، جدی‌تر از این. میگه من باید خودم رو خرج این دنیا کنم، برم تا اون تهشو در بیارم. این خیال میکنه ته دنیا رو در آوردن اینجوریه، باید بره مثلا هی موشکی درست کنه که این بره تو ماه، بعد بره تو نمیدونم مریخ، بعد بره تو زهره، به همجور بره، بعد از کهکشان راه شیری عبور کنه بره تو کهکشان راه شیرموز، بعد همجور بره تو بعدیش، بعد بره. نباید اینا چشم ما رو پر کنه. اینا همش آفت. آفت چیه؟ آفت همین آموزش و پرورشمونه که بچه های ما رو خودباخته دنیا میکنه. کانالش هنوز کانال 1. این چجوری بتونی شما کانالش رو بزنی کانال 2، بیاد رو کانال برزخ، چشم برزخی، کانالش رو بزنی رو کانال قیامت، کانال 3. انسان 3 کانال است دیگه، کانال دنیا، کانال برزخ، کانال قیامت، کانال جسم، کانال روان، کانال روح و عقل.